به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بازدیدکنندگان عزیز. خیلی خیلی خوش اومدید به کانال و خیلی خیلی خوش اومدید به اولین قسمت از تورنمنت King of the Ring در بازی WWE SmackDown vs Raw 2008. وقت رو تلف نمی کنم، خیلی سریع بریم سراغ قسمت اول ویدیو. من فقط قبلش این رو بگم که لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، در واقع ویدیو رو لایک کنید و حتما نظرات خوبتون رو برام کامنت بذارید. من برای انتخاب کشیکشکار مورد نظر، کشیکشکار مورد علاقه خودم سی ام پانک رو انتخاب میکنم. میبینید تورنمنت کینگ آف the رینگ رو مرحله اول هست. از سمت چپ تامی دریمر مقابل کین، تریپل اچ مقابل مارک هنری، چاوا گورر مقابل رندی اوردن، آندرتیکر مقابل ویلیام ریگل، بوکر تی مقابل میستر کندی، سنیتسکی مقابل اوماگا، ما سی ام پانک مقابل ریک فلیر و مارکوس مقابل جف هاردی. بعد ببینیم که چه اتفاقاتی در این تورنمنت خواهد افتاد. خب بازی ها رو من فقط بگم که خود در واقع سی ام پانک رو بازی میکنم که خیلی هم وقتی ویدیو گرفته نشه. بریم مسابقه اول رو فقط نتیجهش رو ببینیم که چه خواهد شد. تا لحظاتی دیگر تامی دریمر مقابل کین. خب تامی دریمر برد بازی رو و به طور دوم صعود کرد. مسابقه بعدی بین تریپل اچ و مارک هنری هست. اینم نتیجهش رو با هم ببینیم که تریپل اچ، بله، پس در دور دوم تامی دریمر مقابل تریپل اچ مسابقه خوشگل رو برگزار خواهند کرد. بازی بعدی بازی چاوا گوره رو در واقع برادرزاده ادی گوره رو فقید مقابل رندی اورتون. نتیجه رو ببینیم. چاوا گوره رو شکست داد رندی اورتون رو. جالبه. مسابقه بعدی مسابقه آندرتیکر هست مقابل ویلیام ریگل که آندرتیکر برنده میشه. پس در دور بعدی در این ساید تامی دریمر مقابل تریپل اچ قرار میگیره و چاوا گوئررو مقابل آندرتیکر. حالا بریم اون ور بازی بوکرتی رو ببینیم در مقابل میستر کندی که ببینیم نتیجهش چه خواهد شد. خب میستر کندی میبره بوکرتی رو. بوکرتی خودش در واقع قهرمان مسابقه کینگ آف رینگ بوده. و حالا مسابقه بعدی بین سنیتسکی در مقابل اوماگا که اوماگا به دور بعدی میره و حریف میستر کندی میشه. میریم سراغ مسابقه خودمون سی ام پانک در مقابل ریک فلیر در دور اول تورنمنت کینگ آف the رینگ. خب خودمون که در واقع من سی ام پانک هستم، سی ام پانک رو برمیدارم. ریک فلیر هم که اون کامپیوتر بازی میکنم. این رو من خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز که میتونید کانال تلگرام ما رو هم دنبال کنید. همینجا در نظرات در واقع این پست این ویدیو پینش کردم. میتونید کانال تلگرام رو هم سابسکرایب کنید. ضمن اینکه فعلا ما تا بازی اسمکداون ورسس رای 2011 ضمن اینکه ورود سی ام پانک رو میبینید عرض میکنم خدمتتون که تا بازی اسمکداون ورسس رای 2011 ما با ورژن پی سی یعنی با ورژن کامپیوتر مسابقات کشتی کج خدمتتون خواهیم بود و بعد از اون هرچی که بازی ها به روز رسانی میشه در واقع ما هم به روز رسانی خواهیم کرد و دیگه از ورژن پی سی استفاده نمی کنیم. ورود سی ام پانک The Best in the World رو میبینید در ورژن سال 2008 خودش. منتظریم تا ریک فلیر هم وارد بازی بشه، تا وارد رینگ بشه تا کار رو شروع کنیم. بله، نیچر بوی ریک فلیر وارد میشه. من توی کانال تلگرام یه نظرسنجی گذاشتم راجع به اینکه آیا تا الان در واقع بازی اسمکداون ورسس رای 2008 رو بازی کردید یا نه، آیا تجربه ای دارید ازش، که میتونید برید در کانال تلگرام. عرض کنم خدمتتون که آدرسش در همین نظر اول
در همین ویدیو و این پست پین شده، میتونید برید اونجا و در نظرسنجی ما هم شرکت کنید. مجدد تاکید میکنم برای حمایت از ما سابسکرایب چنل یوتیوب، همچنین لایک و کامنت فراموش نشه. باز هم تشکر میکنم ازتون. بله، ورود ریک فلیر رو هم داریم به رینگ تا بریم سراغ مسابقه. بله، از داور میخواد که به تنابه بده پایین تا وارد رینگ بشه. پدر شارلوت فلیر، سوپرستار حال حاضر کمپانی WWE که مصدوم هم هست، نامزد آندراده. خب دو کشی کشکار فیس تو فیس میشن با هم. خب داور دورشو میکنه و زنگ شروع مسابقه. اینجا به صدر سوپر کیک از پانک. سوپر کیک، یه رول سریع. داور میشماره 1 2 نه، بلند میشه فلیر. اوه سوپر کیک دیگه. بازم کاور خیلی زود به زود در واقع میخوام برم برای کاور که بتونم بازی رو زودتر تموم کنم. میگیره زمین مشت، یه چاپ از فلیر شد. یه لحظه باگ دادم، ضربه پشت سر فلیر، لگد. آرم درگ از the best in the world. میریم برای حساب میشه که پای ریک فلیر زیر تناب بود و داور حساب میشه ما رو قطع کرد. خب میزنم باز میره رو حساب میشه، ولی بازم زیر تنابه. بله یه بار دیگه روپ بریک. خب از رینگ میره بیرون فلیر، میشمانه داور. اونجا یه ضربه سنگین کیک به صورت فلیر. حالا میرم رو تاپ راپ و این حرکتی که نمیدونم زده شد یا نشد، چی بود، به هر حال پرشی که پانک انجام داد. یه بار دیگه میرم حساب میشن و روپ بریک. بعد بکشمش وسط تر تو رینگ تا بتونم حساب میشن رو روش اجرا کنم. بازم آرم درگ، ضربات کیک پشت سر هم. فلیر همچنان به صورت کامل نقش بر زمین نشد و حالا حساب میشن. موقع خوبی هم هست. حساب میشنی که تدی بیاسی مرحوم میزد ول میکنه، در واقع بهتر بگم فلیر خلاص شد. آرم درگ دیگه. بازم میره تاپ رو پانک و این حرکت میگم همین حرکتش همینه، چون اون سری قبلی هم رفتم رو تاپ رو همین حرکت رو زدم. چاپ احتمالا حرکتش باید همین باشه که با استامپ میاد روی حریف. میگیره فلیر از پای پانک، ضربه مشت، جا خالی. حالا بدل از فلیر ارشویپ به گوشه رینگ. کاری نمیکنه فلیر، رها میشیم. میتونم بگیرمش. حالا ضربه سنگین کیک. خب فینیشر یا سیگنیچر داد به من، ولی آروئل رو با هم زدم، نمیدونم چی شد. خیلی سالم از بازی نکردم من این ورژن ها، یه مقداری از خاطرم هم رفته که چطور بوده. بازم روی تاپ روپ میرم و بله باز هم حرکت استامپ از روی تاپ روپ انجام میده. حالا رول بشمار دیگه، 1 2 و نه، باز هم نه. حرکت خوبی رو انجام میده رو دستش. کاور، روپ بریک. ای بابا، جا خالی از فلیر. پانک میگیردش و باز هم میندازه. یه حساب میشم بازم پاش زیر تنابه. بله خب او بدل میکنه فلیر، بدل میکنه یه بار دیگه بدل. او مای گاد، یه بدل دیگه از فلیر. خوب بود، دومی خوب بود، انتظارشو نداشتم. ولی اینجا حالا چی ریک، حالا چی ریک. ضربات پا، جا خالی و دراپ کیک به پشت سر
فلیر بدل میکنه، میگیره پانک آیر شویپ به اون سمت گوشه. خب کلا مثل که فقط آیر شویپ میکنه، کاره دیگه ای انجام نمیده. اوه بله ببینید داور رو انداخت جلو، بازی کثیف خودش رو فلیر اجرا میکنه و بک سوپلکس میزنیم به فلیر رو. داور نقش زمینه، الان اگه حتی کاوری چیزی هم بکنم داور نیست که بشماره. ضربه به پشت کمر فلیر، یکی دیگه ولی بدل از فلیر. پانک میبردش گوشه. ضبط ماش از فلیر میخواد اونجا زده باشه ولی نه، دیدیتی رو میزنیم. موفق میشیم که دیدیتی رو بزنیم یه بار دیگه رو تاپ روپ و استامپ از روی تاپ روپ روی شکم فلیر. ضربه زیر پایی. حالا کاور درسته. 1 2 و نه، باز هم تسلیم نمیشه. فینیشر هم هنوز باز نشده که بهش بزنم. زباده متعدل کیک پشت هم. حالا یه ساب میشن دیگه روی رو تنابم نیست، جای خوبیه و تسلیم میشه ریک فلیر و بازی رو میبریم. مرسی، عالی. بله به دور دوم صعود پیدا کردیم. بعد ببینیم حریفمون چه کسی خواهد بود. یه مسابقه دیگه از دوره اول تورنمنت مونده که نتیجهش رو با هم به عنوان آخرین بازی این قسمت بررسی میکنیم تا ببینیم حریف ما در دور دوم فردا چه کسی خواهد بود. فلیر خیلی باحال بود ورژن اون موقع و سی ام پانکی که پیروز میشه. بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد اینجا. بازی بعدی بین مارکوس و جف هاردی. اگه جف هاردی ببره خیلی خوب میشه، بازی حساسی میشه تو دور دوم بین من و جف هاردی و مارکوس. اصلا نمیشناسم، یادم نیست که کی بود، تا چه سالی کشتی میگیره. اگه کسی میدونه ممنون میشم تو کامنت ها بگه بهم. سیمولیت میکنیم بازی رو که مارکوس میبره بازی رو. مارکوس جف هاردی رو برد و در مرحله بعدی سی ام پانک بعد به مسافه مارکوس بره و برندهشون در نیمه نهایی به مسافه برنده میستر کندی و اوماگا خواهد رفت. اون سمت هم که تامی دریمر و تریپل ایش برنده در نیمه نهایی به مسافه برنده چاو گوررو و دی اندرتیکر میره. خیلی ممنونم که با قسمت اول با ما همراه بودید. حمایتتون رو از ما دریغ نکنید. تا قسمت دیگه همتون رو به خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان میسپارم. خدا من یار و نگهدارتون.